اکسامی چطوری، چه خبره؟ من پرامم و اینجا کانال منه. خیلی خوش اومدی به ویدیو تازه و داغ که اولین ویدیوی کانال منه و امیدوارم که از اولین ویدیوم خوشتون بیاد. بچه‌ها توی این ویدیو حالا قراره که چیکار بکنیم؟ قراره توی این ویدیو بهتون یاد بدم که چجوری توی ماینکرافت موبایل یا همون ماینکرافت بدراک بدون استفاده از هیچ برنامه خاصی آنلاین با دوستاتون ماینکرافت بازی کنید. خب و یه جوری اونا رو تو ماینکرافتتون اد فرند کنید و هر موقع که دوستتون آنلاین بود تو ماینکرافت و داشت تو وردش بازی میکرد، شما بتونید برید تو وردش و بعدش با هم دو تایی بازی کنید، سروایو مثلا بازی کنید. و دیگه خیلی صحبت نمی کنم، بریم معطلی بریم سراغ ویدیو. اما قبلش خوشحال میشم حتما ویدیو منو لایک بکنی و کانال منو دنبال بکنی و دیگه خیلی صحبت نمی کنم، بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها ببینید، ما خب قدم اول چیه؟ قدم اول اینه که ما باید یه VPN خوب انتخاب بکنیم، چون که میخوایم وارد سایت ایکس باکس بشیم و میخوایم برای ماینکرافتمون اکانت بسازیم. خب پس باید یه VPN خوب انتخاب کنیم. VPN خوب چیه؟ VPNی که IP رو درست تغییر بده. خب اون VPN هایی که IP رو درست تغییر نمیدن معمولا برنامه‌ای که فیلتر شده رو از داخل فیلتر شده رو میارن. خب ولی برنامه‌ای که تحریم کردن ما رو مثل تیک تاک رو مثلا نمیارن. خب VPN خوب VPNیه که IP رو درست تغییر بده و برنامه‌های تحریم شده مثل تیک تاک رو هم بیاره. خب پس وقتی VPN رو دانلود کردید و انتخابش کردید، خب یه تست قبلش بکنید که مثلا برنامه تیک تاک رو بالا میاره یا هر برنامه‌ای که میدونید تحریم کردن ما رو، خب اون برنامه رو درست سریع بالا میاره یا نه. خب اگه بالا آوردش یعنی که VPN خوبی و میتونیم کارمون رو باهاش ادامه بدیم. خب حالا من از VPN AnyConnect استفاده میکنم، سیسکو AnyConnect که یه VPN خوبیه، قوی هم هستش. خب الان که VPN هم وصل شد و حالا وارد مرورگرمون میشیم. این بالا سرچ میکنیم xbox.com .com نوشتم .com. الان اینجا میبینید که وارد سایت ایکس باکس شدید. خب من ترجمه رو نمیزنم، مهم نیست. خب ببینید الان وارد سایت شدیم. خب این بالا یه دونه چیز داره، عکس آدمک اینجا میبینید. خب اینو که بزنید وارد صفحه ساینین میشه. خب حالا من یه حسابم داشتم، ممکنه این وسطش حسابم نشون بده، حالا مهم نیست. خب نکنید الان اینجا ببینید اینجا ایمیل یا شماره تلفن ازتون میخواد اگر حساب دارید و میخواید فقط لاگین کنید. خب که ما حساب نداریم. خب و اینجا ایجاد حساب میزنیم تا ثبت نام کنه. وقتی برای اولین بار وارد میشیم باید ایجاد حساب بدیم. خب یا آدرس ایمیل برای خودمون میسازیم. خب مثلا چی؟ مثلا مکس پلی خب حالا اینجا ایمیل جدیدمون شد مکس پلی. اینجا هم outlook.com. دو تا دامنه داره، یکی outlook.com یکی hotmail.com که من outlook.com رو انتخاب میکنم و اینا رو میتونیم بزرگش کنیم، اگه بشه خیلی قشنگ میشه. او برای ویدیو اسکولی. خب بعد میزنیم بعدی. خب حالا بعدی رو میزنیم. اوکی شد. حالا یه پسورد درست میکنیم. خب میتونیم چی بذاریم؟ پسوردمون هم اوکی شد. حالا بعدی رو میزنیم. خب اینجا کشور منطقه. خب اینو اصلا به هیچ وجه ایران نزنید بچه ها، تو رو خدا ایران نزنید. ایران بزنید بد میشه براتون. خب
بنتون میکنه نمیذاره. خب به جاش اون وی پی اینی که بیشتر ازش استفاده میکنید خب اونو بیاین بزنین. مثلا من وی پی انم خب هلند رو نشون میده، من باید اینجا هلند رو پیدا کنم خب اونو بزنم که بهم شک نکنه. مثلا چه میدونم صربستان رو زدم بعد مثلا تو فرانسه زندگی میکنم. خب هلندم پیدا کردم. خب ببینید بچه‌ها بهتره من اینجوری میزنم. اگه سنتون زیر 18 ساله مثل منید خب بهتره اینجوری بزنید 1 ژانویه 2000، همون 1/1/2000. خب یه ریز راحتی هم هستش، همه میتونن راحت حفظ کنن. 1/1/2000. بعدی رو میزنیم، نام خود رو اضافه کنید. خب نامم رو اضافه میکنم. خب حالا بعدی رو میزنیم. خب حالا اینجا گفته تایید کنید که انسان هستید نه ربات. دکمه رو فشار دهید و نگه دارید. خب اینو فشار میدید تا چند ثانیه فشار میدید نگه میدارید تا این پر بشه. خب حالا میذاره صبر میکنیم. خب ببینید الان اینجا میگه با چهره اثر انگشت کد پین سریعتر وارد شوید. خب که مثلا برای اینکه سریعتر وارد بشین، یه خودش هم گفته، یا امنیت اون حسابتون بره بالا که ما ولش میکنیم مهم نیست. فعلا صرف نظر شود و میزنیم. فعلا صرف نظر شود. خب حالا نظر صبر میکنیم. خب الان اوکی شدیم. ببینید اینجا گفته این گونه ظاهر خواهید شد. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینجا این عکس پروفایلتونه، اینم یوزرنیمه برای شما انتخاب کرده. خب من این ویرایش رو میزنم خب و هر چیزی که الان البته لود نشده و اینا خب ولی هر عکسی که میخواین میتونید انتخاب کنید. هر گیمر تگ بهش میگن توی همون ماینکرافت بدراک هم میبینی نوشته گیمر تگ خب یا همون برچسب بازیکن که همون یه جوری یوزرنیم محسوب میشه برای بازیتون خب که اون رو انتخاب میکنید. خب الان من اوکیش کردم. برچسب بازیکن مکس پلی عکسام که میتونید ببینید. خب بعد ذخیره و ادامه. خب اینجا داده های ایبیابی اختیاریه. خب مهم نیست. اینجا میزنید بیایید شروع کنیم و الان رسما اکانت ایکس باکسمون ساخته شد. خب و اینجا باید یه ورود بزنیم. دکمه ورود که بزنیم میادش. خب البته ممکن هم نیاد. خب اینترنت ایران سر اوضاعش قاطیه. نه اومده. خب فقط عکسشو نیورده. خب حالا میریم وارد ماینکرافت میشیم. اینجا باید روی دکمه ساین این بزنیم. خب نوشته که بیایید وارد سیستم شوید. ورود به سیستم. خب میگه که آیا سعی دارید وارد ماینکرافت فور اندروید شوید؟ تنها در صورت ادامه دهید که برنامه را از یک فروشگاه یا وبسایت مورد اعتماد دانلود کرده باشید. ادامه. خب حالا اینجا دوباره وارد ماینکرافت شدید. دوباره میاد اینجا. خب می نویسه دوباره خوش آمدید مکس پلی. خب اینجا میذارید بیایید شروع کنیم. خب یه ذره صبر میکنید که ماینکرافتتون لود بشه و در کمال تعجب الان اینجا میبینید که من حالا این اسکینی بود که روی گوشیم بود. خب میتونید برای اکانتتون یه اسکین انتخاب کنید که هر جا اکانتتون میزنید اسکینتون بیاد. خب و الان اکانت اینجا پروفایل که بزنم چه اتفاقی میفته؟ اینجا استیتس. خب فعلا چون این اکانت رو تازه زدم دیگه خب مینویسه زمان بازی کردن 0 دقیقه، بداکای کنده شده 0 تا. خب
و کلا اینجا میاد دستاورداتون نشون میده با اون اکانتی که باش بازی کردین. خب اینجا دیگه تنظیمات خاصی نیستش. خب اینجا بیاید چیکار میکنید؟ حالا توی گوشه دوستتونم همین کار رو انجام میدید و میاین چیز میکنید، در واقع برای اونم یه اکانت درست میکنید، اکانتتون رو لاگین میکنید و بعد بریم سراغ مرحله بعدی. خب ببینید اینجا خب وقتی روی دکمه پلی میزنید، خب اینجا میریم تو بخش فرندز. خب بعد اینجا اد فرند رو میزنید. خب اینجا اد فرند رو که زدید چه اتفاقی میفته؟ یه بارکد میبینید اینجا. اون دوستتون میتونه، مثلا دوستتون میخواد شما رو به شما درخواست دوستی ارسال بکنه. خب اینجا بارکد شما رو ارسال میکنه، درخواست دوستی اینجا میادش، اینجایی که الان میبینید خالیه. خب و میتونه به شما درخواست دوستی بده و شما هم اگه قبول بکنید بعدشون یه جوری ماینکرافت شما رو رفیق حساب میکنید. یه هر موقع که فلانی مثلا یعنی رفیقتون وارد بازی شد و داشت ماینکرافت بازی میکرد، میتونید دنیاش رو تو بخش این فرندز خب اینجا ببینید و باهاش ماینکرافت بازی کنید، برید تو دنیاش. خب حالا اینجا اد فرند از فقط روش این بارکد نیستش. اینجا میبینید بالا نوشته find players by gamer tag. خب همون یوزرنیم میشه دیگه، مثل همون مکس پلی که من انتخاب کردم. اونو اگه سرچ بکنه الان دوستم میتونه بازم منو پیدا کنه و اد فرندم بکنه و اینجوری. خب بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خوشحال میشم هر نظری که داشتین تو بخش کامنت برای من بنویسید و خیلی ساده بودش، فقط یه وی پی قوی نیاز داشت که وی پی منم آنچنان قوی نبود، چون که تو چند باری تو ویدیو یهویی میگفتش که مشکلی پیش آمده است یا مثلا ارور میداد و حالا مهم نیستش دیگه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک بکنید و اگه دوست داشتین کانال منو دنبال بکنید تا ویدیوهای بعدی. فعلا بای بای. چند تا نکته کلیدی هم هستش که حتما باید بهتون بگم. یکی این که حتما وقتی که وارد ماینکرافت میشید با همون وی پی ان واردش بشید که قبلا هم واردش شدید. یعنی مثلا من با وی پی ان سیسکو اینی کانکت وارد شدم با آی پی هلند. خب و با اون اکانت رو ساختم و با اون لاگین کردم برای اولین بار. خب برای دفعه بعدی هم با همون وی پی ان هلند، با همون آی پی هلند و با همون وی پی ان هلند میگم با همون وی پی ان سیسکو اینی کانکت مثلا باید واردش بشم تا اکانتم نپره که نه، منظورم اینه که مثلا دوباره نیاز نباشه لاگین بکنم. خب و بخوام با آی پی ایران لاگین بکنم ارور میده که میگه متاسفانه این مورد در کشور یا منطقه شما قابل دسترسی نیست. دومین نکته که باید رعایت کنید اینه که اون اکانتی که میسازید فقط به درد اد فرند نمیخوره. میتونید مثلا وارد اون سرورهای مختلف بشید که پیشنهاد من لایف بوته که خیلی سرور خوبیه، خودم هم توش بدوارز بازی کردم. خب و ویدیو شورتش هم تو کانال هستش، میتونید بریم ببینید که چجوری وارد سرورها بشید. خب نکته سوم اینه که دوتاتون یه ورژن رو اون شما و دوستتون، خب اگه میخواین با هم دیگه آنلاین بازی کنید باید یه ورژن رو دانلود کرده باشید. مثلا شما 1.21.100 داشته باشید، خب دوستتون رو باید 1.21.100 داشته باشه. و اینم بگم که اون جایی که ازش دانلود میکنید خیلی مهمه. خب مثلا من که پیشنهاد میکنم از دی ال ماینکرافت دانلود کنید، چون که من خب توی یه گوشی از مایکه دانلود کردم، توی یه گوشی از دی ال ماینکرافت. خب اون دی ال ماینکرافت یه سری آپشنای کوچیک و اضافه داشت ولی به درد بخور که اون مایکت نداشت. خب یعنی اون ماینکرافتی که از مایکت ریخته بودم نداشت. خب و یه سری بهبودای یو آی و اینا هم داشتش تو دی ال ماینکرافت که تو مایکت نداشت. خب و کلا دی ال ماینکرافت یه سایت خیلی خوبه برای اینکه اخبار اون بدراک رو پخش میکنه و میتونه مثلا ورژن‌های مختلفی، مثلا ورژن‌های مختلف 1.21 1.20 بدراک رو میتونه براتون بذاره و میتونید دانلود بکنید و ورژن‌های خیلی خوبی هم هستش. فقط اینو بگم که خواستم بگم
اینه که اگه یکی از دوستاتون از دیل ماینکرافت مثلا دانلود کرده باشه، یکی از دوستاتون از مثلا مایکت دانلود کرده باشه، این دوتا با هم دیگه همخونی ندارن، یه جوری ورژناشون یه ذره متفاوته. با اینکه مثلا هر دوتاشون از 1.21 باشه، بازم یه جوری متفاوته ورژناشون، چون که خب مثلا نمیدونم دلیلش دقیقاً چیه، ولی احتمال میدم به خاطر این باشه که اونی که از دیل ماینکرافت مثلا دانلود کردیم مثلا آپشنای بیشتری داره، اونی که از مایک دانلود کردیم ساده تره و اینا. خب کلا نکته چهارم اینه که نکته نیست و امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه.